الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم عزیزان، تماشاگران محترم، ما در پخش مستقیم مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان برنامه نوبتی قرار داریم. موضوع صحبت ما در بیان معنای مذهب داری و ضرر به مذهبی از چی‌ها عبارت است. میخواهم به قدر وسع طاقتی که دارم به سمع شما برسانم. شما آزادانه میخواهید در همین موضوع ها هر سوالی که دارید میتوانید آزادانه سوالتون بدهید. من انشاءالله سوالات شما را به قدر وسع طاقتی که دارم بیان کنم. اولا، مذهب چیست در لغت و در اصطلاح؟ مذهب در لغت به معنای آیین، روش و راه هم میگه و در اصطلاح شریعت نقل فقه اسلامی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با واسطه سلف صالحین. سلف صالحین عبارت از صحابه، تابعین و تبع تابعین است. هر نقلی که از همین بزرگا با ما رسیدن که سند صحیح خطی از حضرت پیغمبر اگر رسیدن، همین را چی میگن؟ مذهب میگن. از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، یکی از ائمه بزرگان نابغه دوران و بهترین فقها و مجتهدین، محدث، زاهد، عارف و پرهیزگار بود. مناقب و فضایل حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بیشمار است. بسیاری از محدثان بزرگ و علمای 4 مذهب در مناقب و فضایل آن کس کتاب‌های بسیاری در رشته تحریر درآورده او را سدودند. ولی شاهد آنم که ادعای از جوانان کم آگاه پیروی از مذهب ائمه اربعه، خصوصا روش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را هدف انتقادات خود قرار می‌دهند. از سبب بی‌علمی و دسترس نبودنشان به اصل منابع و سند، اقوال و آرای حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، حضرت امام اعظم را مخالف احادیث پیغمبر می‌شمارند. شاه ولی الله دهلوی عاید ضرورت پیروی مذهب گفته است: بدان که در لازم داشتن به یکی از مذاهب 4گانه مصلحت بزرگ نهفته است و خودداری از مذهب فساد بزرگی را در جامعه بشری ایجاد می‌نماید. که در کتاب تقلید شرعی علامه سید عبدالرحمن لاجوری در صفحه 44 این گپ را آورده است. زیرا خداوند جل و علا در سوره نحل آیه 43 می‌فرماید: استعیذ بالله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما اهل ذکر رو، اهل متخصصین ساحه را پرسید، به شرطی که اگر شما درباره او علم ندارید. و در دیگر آیات، یعنی آیه 122 سوره توبه، خداوند جل و علا می‌فرماید: استعیذ بالله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون. چرا چند کسی از هر گروه آنها بیرون نیایند تا در دین دانشمند شوند و چون به سوی قوم خود باز آیند آنها را بیم کنند، شاید که آنها از خدا بترسند. تقلید چیزی نوپیدا نیست، بلکه تقلید در زمان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وجود داشت. مثلا تقلید در مدینه منوره از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، از حضرت عبدالله بن عمر، از حضرت زید بن ثابت، بعد شاگردانشان مانند سعید بن مسیب، عروه بن زبیر، بعد آنها شاگردانشان مثل زهری یحیی ابن سعید و بعد آنها شاگرد آنها حضرت امام مالی رحمت الله علیه مردم پیروی میکردند، تقلید میکردند و گپای اوها عمل میکردند. در مکه مکرمه باشد تقلید میکردند از حضرت عبدالله بن عباس، بعد شاگرد او حضرت اکرمه و مجاهد، بعد شاگردان او مثل حضرت سفیان ثوری و مسلم بن خالد، بعد از آن شاگردان او مثل حضرت امام شافعی که یکی از جمله اساسگذار مذاهب اهل سنت و جماعت است. ولی
لازم و یادآور است که سلسله علمی امام احمد ابن حنبل و سلسله حضرت علمی امام شافعی رحمت الله علیه یک است، زیرا اینکه حضرت امام احمد ابن حنبل به واسطه شاگرد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه بودند. در کوفه هم تقلید میکردند. مثلا از حضرت عبدالله بن مسعود، بعد او شاگردان او مثل حضرت ابراهیم نخعی، بعد از آن شاگردان او حضرت حماد ابن سلیمان که استاد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، بعد او تقلید میکردند از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که یک از مذاهب چهارگانه و اساسگذار مذاهب اهل سنت و جماعت هستند. شاه عزالله دهلوی میفرماید در زمان صحابه تا عصر ظهورات مذاهب اربعه روش مردم پیوسته همین خیل بود، یعنی که تابع میشیدن به یک است، یک که اگر عالمی را یا مجتهدی را میگفتن و سخنهای او گوش میانداختن، سوال میکردن، وقتی که اون کسی میگفت و گپ او تقلید میکردن، زندگیشون را دیر برای به این عمل میکردن. اگر به شرط همین تقلید ناروا می بود یا که نادرست می بود یا که این کاری باطل می بود، در مابین صحابه و تابعین یگام اختلاف وجود می داشت، یگام روایت مثال وجود می داشت که امروز در زمان صحابه همه خیلی بودن رد میکردن، تقلید نکنی، تقلید بدعت، تقلید حرام ای گفته، یگام کس ای بزرگان روایت چیدگی نیستند. ولی محترم عزیزان، پیروی از مذهب برای وحدت عقیدتی و فرهنگ ملی امری ضروری می باشد که خداوند جل و علا در سوره نساء آیه 115 می‌فرماید: استعیذ بالله و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. هر کی بعد از آن که راه راست برایشان هویدا شد و پیغمبر مخالفت کند و غیر راه مؤمنان را پیروی کند، او را با آنچه دوست می‌دارد واگذاریم و او را به دوزخ درآوریم و او چه بد است دوزخ گفته فرمودند. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با روایتی که حضرت امام ترمذی رحمت الله علیه در سنن ترمذی آورده ضمن حدیث حضرت 2318، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: علیکم بالجماعه و ایاکم بالفرقه فان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنين ابعد من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه. پیغمبر خدا فرمودند جماعت رو شما لازم دارید، از اختلاف دور باشید، زیرا شیطان همراه شخص تنها است و از دو نفر دورتر است. شخص خواهد و بهشت درآید حتما باید و جماعت باشد. همچنان که در صورت مستدرک حاکم در ضمن حدیث 765 و در سنن نسائی در ضمن حدیث 847 به این روایت آمده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: فعلیک بالجماعه فانه یاکل الذئب القاسیه. شما جماعت رو لازم دارید، زیرا گرگ گوسفندی تنها و درست رو میخورد. محترم عزیزان، خدمت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در اسلام بسیار کلان است، عظیم است، لیکن متاسفانه بعضی جوانای کم آگاه، بعضی جوانایی که ای حقیقت کار آگاهی نیستند، یک بار به انصاف و تاریخ اسلام و بزرگان اگر به شرطی نظر کنند و کتاب‌های تاریخ نظر کنند، چه همزمانهای حضرت امام اعظم رحمت الله علیه چه بعد زمان حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، همگی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه استودعن، زیرا که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از جمله به شهادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جمله خیر القرون است که بهترین انسان ها است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترین شما کدام انسان هایی که در زمان ما بودن، یعنی صحابه ها، بعد او کدام انسان هایی که صحابه ها را دیدن، بعد اون کدام آدم‌های صحابه ها را دیدگی انسان ها را دیدن. برای مقام و منطقه که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه با تمامی همه با اجماع علما همه چی است از جمله تابعین است. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه که روایت از حضرت سفیان ثوری در علم حدیث امیر المؤمنین بودن، یعنی به درجه امیر المؤمنین رسیدگی بودن. اون کسی میگه که دوره ما دوره اجتهاد بود، وقتی که
مجتهدین میگه جمع میشدن اجتهادشون را بیان میکردن. وقتی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اجتهاد خود را که بیان میکرد، حق برای ما رنگ صح ظاهر میشه. یا که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خودشون گوهر بدن، گوهرشون بدن. چی میگفت؟ میگفت که کل الناس ایال لابی حنیفه رحمت الله علیه فی الفقه. همه مردم در فقه چی است؟ محتاج حضرت خانواده و سبب آموز ابو حنیفه اند. گفته حضرت امام شافعی رحمت الله علیه بیان کردند. زیرا حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خودشون صاحب یکی از جمله اساسگزار مذاهب اهل سنت و جماعت محدث و خدمت های حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دین چی بودن شون بر اعلا احساس کرده بودند. این سخن رو بیهوده نگفته بودند. حضرت امام اعظم که تمامی که احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به درجه عالی می‌دانستند و بیان می‌کردند و از آیات‌های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر استنباط و استخراج نمودند و اصول و مذهب انتخاب کردند. این ذات مبارک همین خیلی در سخن مبارکشون چی میکنن؟ بیان میکنن. یا که حضرت عبدالله ابن داود یکی از جمله علمای برجسته عالم اسلام است. والله علم مذهب حضرت امام مالک رحمت الله علیه است. این کس میگه که برای مردم میگه واجب است که باید حضرت امام اعظم رحمت الله در حقش بعد نمازهای و جواب چی کنن؟ دعا کنن. این گپا بیهوده و گفتگی نیستند. برای همون علما میگویند خدمت حضرت امام اعظم را در دین مثل خدمت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مسلمانان یگانه جمع آوری کرده باشد، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مردم رو، مسلمانان رو در عقیده پیغمبر و صحابه جمع کرده. زیرا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اولین شخصیت در علم کلام، در علم عقیده چی نیستن؟ عقیده پیغمبر و صحابه را جمع نمودن، کتابشون با عقیده به صورت شکل کتاب در آوردن. نام کتابشون فقه الاکبر نام کردن. یعنی فقه الاکبر، فقه در اصل معنای فقه و معنای علم و دانش است. حضرت امام اعظم رحمت الله اصطلاحش میگه که علم و دانشی وابستگی داشته باشد به عقیده و خداشناسی و الهیات، او را میگن اکبر. علمی که دانشی که وابستگی داشته باشد به فروعات، او را میگن علم اصغر. برای همون حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کتاب خود که درباره عقیده نوشته، در عقیده پیغمبر و صحابه ها را جمع کرد و در عقیده اساس گذاشت و بعد او حضرت امام اعظم رحمت الله علیه چیکار کردن؟ همین علمای بزرگ عالم اسلام چی شدن؟ کتاب شوندن، شرح نوشتن و ترویج دادن، رواج دادن. همه علمایی که در همین مذاهب چهار مذهب و عالمان و شاگردان این مذهب ها همه بزرگان همه این کتاب رو چیکار کردن؟ استودن و گفتن که این کتاب بیان عقیده اهل سنت و جماعت می باشد. از جمله حضرت امام ابی یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام طحاوی و دیگران تابع شدند و گفتند که هر چیزی که حضرت امام اعظم در کتاب فقه اکبرش بیان نموده است موافق همین آیت است، موافق همین حدیث است. گفته در شرح دادن، بیان کردن. یگان تای از همه بزرگان یگان یوسف خلاف نکردن که امام اعظم رحمت الله علیه در اینجا خطا کرده است، اینجا در این خیلی نیست، این خیلی گفته. سخن حضرت امام اعظم بر چی گرداندگی نیستند و اعتراض رساندگی نیستند. علاوه بر این حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در کتاب متن عقیده طحاویه که بیان عقیده اهل سنت و جماعت است، در اونجا 105 عقیده اهل سنت و جماعت رو بیان نموده و در اول همون کتاب آوردن که هر چی که من در این کتاب آوردم، جمع آوری کردم، موافق مذهب سراج امت حضرت امام اعظم و شاگردانش می باشد. گفتن خودشون در اول کتابشون آوردن. برای ما محترم عزیزان، باید ما بشناسیم مذهب، بشناسیم، باید حقیقت بشناسیم، پیشواها را بشناسیم. اوها چی گفتگن برای اوها، برای تحلیل کردن اوها، برای خیلی گپای ناسازا گفتن
باید که در جای او باید خوبتر تاریخ و کتاب ها را نگاه کنیم که بزرگان چی گفتگی هستند. که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که درباره حدیث کتاب الآثار با قلم حضرت امام ابی یوسف و با قلم حضرت امام محمد رحمت الله تعالی شده، امروز مسند ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن عبارت از 17 جزء عبارت های حضرت امام اعظم 40,000 حدیث در اونجا جمع آوری کردگی و هر چیزی که درباره اون کتاب ها را حدیث ها را تقسیم بندی کردن و کتاب ها جدا کردن، او کتاب ها را با باب ها و فصل ها جدا کردن. مثلا درباره حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره طهارت، درباره فصل چاق، درباره فصل تیمم، درباره فصل حیض و نفاس، درباره مثال چیزی که این لباس ها را بی نماز بکنن، همه حدیث ها را جمع آوری کردن. بعد او درباره کتاب صلات که کتاب صلات رو تقسیم بندی کردن، باب اذان در چیزی که باب وقت های نماز، وقت صفت نماز همه را بیان کردن. بعد درباره زکات، درباره صوم، هر چیزی که هر حدیثی که حضرت امام اعظم در جمع آوری کردگی بود، رسیدگی بود، اینها را همین خیلی کتاب ها را با فصل ها با باب ها جدا کردن، تالیف کردن. و بعد او حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، حضرت امام مالک رحمت الله علیه کتاب موطأ خود را در علم حدیث نوشتند و پیروی به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کردند. روش حضرت امام اعظم اقتدا کردند. اول اون کس هر چیزی که هر حدیثی که درباره طهارت رسیدگی بود او حدیث ها را آوردن، بعد درباره صلات، بعد درباره زکات، درباره صوم و دیگر کتاب ها را چیکار کردن؟ تقلید کردند. برای محترم عزیزان، این 4 مذاهب اهل سنت و جماعت در مابین صاحبان اینها در مابین استادی شاگردی وجود دارد. زیرا حضرت امام شافعی رحمت الله علیه شاگرد حضرت امام محمد، حضرت امام احمد ابن حنبل شاگرد حضرت امام شافعی، لحضرت امام مالک رحمت الله علیه و نزد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه شاگردی کردگی نیست. لیکن در بعضی خبرها میگه اشارتاً بیان میکنن که حضرت امام مالک رحمت الله علیه شاگرد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفته. بعضی کتاب ها میارن به اعتباری که حضرت امام مالک رحمت الله علیه به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تقلید کردن، پیروی کردن و کتابشون که درباره علم حدیث نوشتگی بود کتاب موطأ. کتاب حدیث 2 موطأ داره، یکی موطأ حضرت امام مالک، یکی موطأ حضرت امام محمد رحمت الله علیه است. یا کتاب موطأ حضرت امام محمد رحمت الله علیه که هم حدیثی که مذهب حضرت امام اعظم بود اون را بیان کردن. محترم عزیزان، جواب سوال میگیم ان شاء الله با دوام میدیم. السلام علیکم. علیکم السلام و برکاته. سلام علیکم. در برنامه آنلاینی قرار داریم، مرحمت گوش میکنیم. سوال من شده است ابو حنیفه اهل رای میگن این شما ندارد، همین جواب میدید. سوالتون ظاهر نشد. سوال همین شده که ابو حنیفه رحمت الله علیه را اهل رای میگویند، این چی معنی دارد؟ چی میگن؟ اهل رای میگویند. اهل رای، درست. بسیار سوال مهم و با مورد ان شاء الله در پاسخ با شما هستیم. برادران گرامی، این سوالاتی جواب میده که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه صاحب رأی میگن یا که اهل رأی میگن. این دو خیلی احتمال داره. اگر با همون انسان‌هایی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اهل رأی میگن، مقصد چون که حضرت امام اعظم قرآن حدیث را عمل نمیکند، پیروی نمیکند، از قرآن حدیث دلیل نمیگیره و فقط با اجتهاد خودش متفرد میشود، با اجتهاد خودش با فکر خودش کار میگیره، اگر باشد این خیلی بگه این بسیار گناه عظیمه، بسیار تهمت در حق حضرت امام اعظم و در علم او خیانت کردن. ای محترم عزیزان، برای که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خودشون قولشون مذکوره. وقتی که حضرت امام اعظم رحمت الله پرسیدن شما با چی حکم میکنید، با از کجا دلیل میاری؟ گفت که به کتاب الله تعالی، با کتاب خدای تعالی مراجعت میکنم اگر مسئله شود، ضرورت شود. گفتن اگر نیایی، گفت که اقتدا تابع به سخنهای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشوم. ای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلیل میارم. گفتن اگر چند نیایی چی؟ گفتن که
اگر نیایم با قول صحابه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنگ میزدن و گفتن هر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از صحبت خیر البشر که اونها منفعت بردگیان و بهترین انسان ها است، سخنهای همون را دلیل میارم و حکم میکنم. اگر بشر که نیاوی چی گفتن اگر نیاوم اجتهد برأیی، گفتن زمان تابعین که آمد بعد گفتن اجتهاد به فکر میکنم، هم رجال و نحن رجال، گفتن اونها مرد هستن ما مرد هستم، گفتن بعد به اجتهاد خودم سر میکنم. گفتن برای همون اصول مذهبی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از 7 چیز عبارت است: یکی قرآن، یکی حدیث، یکی اجماع امت، یکی قیاس، یکی قول صحابه، یکی استحسان، یکی عرف. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه یکی از جمله اصول مذهبش چی بود؟ تحمل پذیر مذهب حضرت امام اعظم. برای همون عرف همچون دلیل شرعی در مذهبش قرار داد. عرفی که اگر بر قرآن و حدیث اگر برخورد نکنه، او عرف دلیل شرعی در چیشون در مذهبشون قرار دادن و عرف یکی از جمله اصول مذهبشون گذاشتن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. برای همون حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگن که بعضی کم آگاه ها میشنویم در حق رنگ مثل شما میگن یا اصحاب رای بود حدیث نمیدونید، یا که بعضی میگن 17 حدیث میدونید. یک بار به انصاف همون آدم ها مراجعت میکنم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب ها همه جا دست کرده که این پنهانی نیست، زیاده 83,000 مسائل دینی را از آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر استنباط و استخراج نمودن. برای او سوال انسانی که اگر 17 حدیث داند یا حدیث نداند، دقیق مسائل بسیار را از کجا استنباط استخراج کردن، از کجا اساس گذاشتن، از کجا این را اصول ترتیب دادن، از کجا این را حکم خوش بیان کردن. برای محترم عزیزان این بسیار در حق حضرت امام اعظم تهمت و خیانت است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در مذهبش حدیث ضعیف از فکر خودش بالا میدونه، از اجتهاد خودش بالا میدونه. این کتاب‌های فقهی همه جا هست. مذهب حضرت امام اعظم در قهقهه بالغ تارت میشکنه و نماز فاسد میشود. این حدیث را دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت قبول ندارند. قهقهه میگه تارت نمیشکنه، لیکن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه قهقهه تارت میشکنه و حدیث ضعیف ثابت شده. همین حدیث ضعیف را در مذهبش قرار داده، از اجتهادش بالا شماریده، میگه قهقهه بالغ تارت میشکنه. یا که نباشه شیره خرما اگر باشد تیمم خلیفه نمیشود. درست نیست تیمم کردن، باید به شیره خرما تماس کنی. به حدیث ضعیف ثابت شده یگان مذهب قبول نداره، حتی شاگردان هم قبول نداره. لیکن حدیث ضعیف از فکر خودشون، از اجتهاد خودشون بالا دانستگیه. برای محترم عزیزان مقصد همونها اگر همین باشه، این بسیار تحقیر کردن در حق حضرت امام اعظم، ناجایز سخن کردن و خیانت در علم و دانش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. لیکن مقصدشون از صاحب رأی گفتن اگر اجتهاد میکنه بودن، دیگر اصحاب اهل سنت و جماعت مذاهبی اساسگذارای مذاهب اهل سنت و جماعت همه صاحب رأی بودن. حضرت امام اعظم اجتهاد کردن، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اجتهاد استنباط کردن، حضرت امام احمد ابن حنبل هم اجتهاد استنباط کردن، حضرت امام مالک رحمت الله علیه استنباط کردن. اصولای مذهبشون ترجیح دادن، تحقیق کردن. اصول مذهبی حضرت امام شافعی 9 تا، اصول حضرت امام شافعی 5 تا، اصول حضرت امام احمد ابن حنبل 4 تا. یعنی خلاص همش چیکار کردن؟ این 4 تا اصول در همه مذاهب اهل سنت و جماعت صاحبای اینها همش یکم جا قرار دادن: قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس. هیچ کس از همین 4 مذهب، صاحبان 4 مذهب از این مثال از اجماع امت و قیاس همچون دلیل شرعی ائتلاف نمودگی‌اند. غیر از اون با زیادتی ایو حضرت امام اعظم رحمت الله علیه 3 تا، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه حضرت 1 تا، حضرت امام مالک رحمت الله علیه و 5 تا دیگه علاوه کردن. محترم عزیزان در اصول مذهبشون غیر از قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس. لیکن اجماع امت و قیاس، قرآن و حدیث را صاحبان 4 مذهب همه دلایل شرعی قرار دارن، اقرار دارن، همه استدلالشون از همین جای. محترم عزیزان ولی همون باید که ما چیکار کنیم؟ باید که ما پیروی با بزرگان داشته باشیم، باید که این خیلی چیزهای
ناحق در حقشون نگین. خلاصه هر انسان هایی که در حق بزرگا اصحاب رای گفتن اگر با شرط مقصدشون برای تحقیر کردن یا که مذهبشون برای حضرت امام اعظم مقصدشون برای که به حدیث آیت عمل نمیکنن گفتگی باشد، خداوند اونها را هدایت کن، توفیق بده تا اینکه از سردار دین ای رئیس اسلام که انکار نکنن و سواد اعظم را چی نکنن، ایزا ندهند. زیرا امروز در عالم اسلام 2 میلیارد مسلمان انسان های عقیده اهل سنت و جماعت دارند، از 3 حصه‌اش مذهب حضرت امام اعظم قبول کردگیان، تابع شدگیان و پیروی میکنن ای مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. 1 میلیارد و 200 میلیون 1 میلیارد و 200 میلیون پیروی مذهب حضرت امام اعظم دارد. کسی که اگر همین سخن ها را میگن برای تحقیر حضرت امام اعظم رحمت الله علیه باشه، همین مردم ایجاد دادگی میشود. برای همون هر تقدیر دعا میکنیم در حقشون که خداوند او را هدایت کند، از این گمراهی او را چیکار کند، او را نگه بدارد. زیرا این تحقیر کردن، این در حقشون تحقیر کردن و شرف و منزلت و مقام او بزرگا هیچ زیانی ندارد، فقط بلکه خودشون زیان میبینند. زیرا خداوند جل و علا در آیه 8 سوره صف میفرماید استعیذ بالله یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خدا میخواهند آنها نور خدا را به دهانهایشان و دهانهای خویش که فرو نشانند و خدا کامل کننده نور خود است اگرچه کافران نخواهند. مقصد کافران اینجا ما اراده نداریم که انسان هایی که همیشه تحقیر میکنن کافر باشند، ناشکر بنده یعنی کفران نعمت امون در دست دارند که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه نعمتی بزرگی این نعمت نشناختند که این رئیس دین و پیشوای مثال چی همه همین انسان هایی که در او پیروی میکنن تحقیر کردن درباره همون حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که این حدیث را حضرت امام مسلم رحمت الله علیه که در کتاب صحیح مسلمش در ضمن حدیث 6661 از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ان ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو كان الدين عند ثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتی یتناوله. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیغمبر خدا گفت اگر دین نزد ستاره ثریا باشد باز هم مرد از فارس یا فرمودن از فرزندان فارس آن را از همان جا فرا گرفته به دست خواهند آورد که به مردم میرسانند. و در دیگر حدیثی که حضرت امام احمد مسند احمد در آوردگی ضمن حدیثی 7937 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لو کان العلم بثریا لتناوله اناس من ابناء فارس. اگر علم در ستاره ثریا هم باشد قطعا یقینا مردان از فرزندان فارس آن را می‌آورد. که این حدیث حضرت پیغمبر بشارت بود و معجزه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اشارت به سوی همین نابغه‌های که از بزرگای اسلامی که ما داریم، مثل حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، مثل حضرت امام بخاری رحمت الله علیه، مثل حضرت امام مسلم، امام ترمذی و دیگر بزرگانی که هستند. محترم عزیزان، شخصانی که پیروی از هواس میکنند و دنبال خواهشاتشان میگردند آنها را گمراه کرده خداوند چشمانشان را از دیدن حق کور میگردانده است. بنابراین راه راست را نمیتوانند پیروی کنند و در روی زمین سرگردان کورکورانه به هدف به مقصد در حرکت هستند. زیرا خداوند در آیه 14 سوره محمد میفرماید استعیذ بالله افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله و اتبعوا اهواءهم. آیا هر که در طریقه روشن از جانب پروردگار خویش باشد مانند آن کسانی هستند که بد کارشان بد است، در نزدشان کار بدشان آراسته نشان داده شب پیروی شیطان شدند. آیا برابر هستند؟ البته برابر نیست. بنابراین
شخصی که خواهد از هوا و هواس بیرون جوید باید پیروی مذهب را به خود ضرور بشمارد. زیرا امام مسلم رحمت الله علیه در باب اسناد از دین از سخن ابن سیرین رو بیارد. چی میگه؟ این در کتاب صحیح مسلم ضمن حدیث 26 گفتگی ان محمد ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. گفتن این چی؟ این علم اشارت به چی؟ قرآن حدیث است. قرآن حدیث این چه علمه؟ این علم را این دین این شما از کی میگیرید؟ نظر کنید از کی میگیرید. باید بفهمید که از کیها شما تعلیم میگیرید. شاگردا و استاداتون کیها را قرار میدهید. محترم عزیزان، باید که انخ شخص معتبر بزرگا همه اعتراف شده انسان ها را چو کنید پیروی کنید، ان شاء الله گمراه نمیشید. زیرا بزرگان حضرت مولا علی قاری هم در کتابش میبرد، حضرت رمضان بوطی هم در کتابش آوردگی میگه که لا مذهبیت قنطرتون الی جهنم. به مذهبی کفر است. نه برای چی؟ کفر است به سوی دوزخ. انسان را گمراه میکند، آخر و عاقبت به گمراهی میبرد، به دوزخ میبرد. اگر به شرطی که مذهب اعتراف نکنی، پیروی مذهب نداشته باشی، سرگردان در همین صحرا حیران میشه، میگردی، نه به قرآن، نه به حدیث، نه به خدا، نه به پیغمبر نمیرسی. محترم عزیزان، برای همون بزرگا لا مذهبیت یعنی بی مذهبی را همین خیلی شرح دادن. حضرت ابن ماجه در سنن ابن ماجه ضمن حدیثی 3950 آورده است از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید ان انس بن مالک یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان امتی لا تجتمع على الضلاله و اذا رأيتم اختلافا فعليكم بسواد الاعظم. از حضرت انس بن مالک روایت است که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگه شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو که میگفت امت من جمع نمیشوند، اتفاق نمیکنند بر گمراهی. اگر وقتی که اختلاف در درون امت یافته، شما در لازم است که بسیاری کدام طرف باشد همو دارید. امروز با کمال معمولیت گفته میتوانیم که سواد اعظم کی است؟ همین مذاهب تابعان 4 مذهب اهل سنت و جماعت، خصوص تابعان مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که انسان هایی که در عقیده اهل سنت و جماعت هستند، عقیده اهل سنت و جماعت دارند، از 3 حصص مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هستند. و همون از صحابه های کلان، صحابه رضی الله تعالی اشارت هست در تاریخ هست که بعض صحابه ها و بعضشون اقتدا میکردن، این چنین تابعین هم و بعضشون اقتدا میکردن. در درون اونها مجتهدها بودن. یگام کسی از همون سلف صالحین نقل کرده نشده است که باید که اقتدا را جایز نشمارند و کسانی که او را خلاف میکند در بعض مسائل گپی او را نگیرند یا کتابی نشوند. این خیلی روایت نشده است. در زمان صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همگی که چند تا و بعض روایت ها 30 چند تا زیاد چی بودن؟ مجتهد های صحابه ها بودن، مفتی های صحابه ها بودن. دیگر صحابه ها از قول ها تابع میشدن. در درون اونها و مفتی های منتخب بودن که 7 مفتی های انتخاب بودن که از جمله حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عایشه، حضرت عبدالله ابن عمر و حضرت عبدالله ابن عباس. اینها با چیزا مفتی های منتخب بودن که هر کاری که هر مسائلی که میشید ضرورت پیدا میشید از قول اینها پیروی میکردن. محترم عزیزان، برای همون من میخواهم که در حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح آمده است از روایت احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه رحمت الله علیهم از حضرت ابو هریره و حضرت انس و معاویه رضی الله تعالی عنهم به همین معنا آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند یهودی ها به 71 فرقه تقسیم شدند
نصارا به 72 گروه تقسیم شدند. زود است که امت من به 73 گروه تفریقه می شوند. بعد از یک گروه دیگر همه در دوزخند و یک گروه جماعت نجات یابندگان است که اشارت به سوی کی است؟ اهل سنت و جماعت است. در روایت دیگر آمدگی است از صحابگان پرسیدند، یا رسول الله همون یک گروه نجات یابندگان کیها هستند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند آنها کسانی است که در راه من و در راه اصحاب من هستند. و تمام روایت های صحیح در راه حضرت پیغمبر و در راه حضرت صحابگان کیها هستند؟ انا همین علمای اهل سنت و جماعت، همین صاحبان 4 مذهب اهل سنت و جماعت هستند. دیگر مثال گروهان، بعضی گروه ها هستند که پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که آنها در اصل پیروی صحابه ندارند، بلکه دلیل های به پیروی میکنند که روش پیغمبرها را، روش صحابگان را انکار میکنند، مثل شیعه ها. یا که نباشه بعضی گروه هستند که انا در دلشان عداوت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتند، حضرت علی را مثال که حکم به کفر کردند، مثل خوارج ها. که این گروه ها همین گروه ها هستند، گروه های اهل چی هستند؟ اهل بدعت، اهل هوا هستند، اهل اهوا هستند. یکی گروه ناجین کی هستند؟ اینجا معلوم میشد که گروه ناجین همون انسان های هستند که اهل سنت و جماعت هستند. و جمعی اهل اسلام اتفاق دارند که اهل سنت و جماعت عبارت از همین 4 مذهبی برحق هستند: حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی. تمام روایت های فقه صحابی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آموختند منحصر در همین 4 مذهبی اهل سنت و جماعت هستند. همه این 4 مذهب در اعتقادات یک هستند، در عقیده یک عقیده دارند و اساسگذار این عقیده اینها حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است که اون عقیده اهل سنت و جماعت که پیغمبر و صحابه در عقیده‌اش یک حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش بیان کردند و بعد او بعد دیگر امام‌ها پیروی کردند، گرفتند، شرحان هستند و تابع شدند همون عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اساس گذارش همونه. انا در فروعات و مسائل فقهی اون اختلاف در مابینشان هست. این اختلاف رحمت خداوند است که این اختلاف بین صحابگان نیز وجود داشتند و موجب ملامت و عداوت یگان کسی آنها نیستند. پس پیروی کردن به یک که از این مذاهب 4 شرط هدایت یافتن و سبب نجات از گمراهی و شریعت است. محترم عزیزان، چنانه که در این مقدمه معلوم شد، پس گفتن جایز است که گرچند هر 4 این مذاهب در اصل هدایت بر حق بودن برابر است، اما در افضلیت و اولویت از هم فرق دارند. اما به چند دلیل ها برای اولا بودن و بهتر بودن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه دلیل ها را میارم که یکی از جمله مجدد الف ثانی حضرت امام ربانی رحمت الله علیه در کتاب مکتوبات شریفش میگه که چی میگه؟ اون کس در کتابش میگه که مذهب حنفی رو موافق ترین و نزدیک ترین راه به احادیث نبوی از نظر عقل و دین معنا دانسته از دیگر مذاهب افضل میدانند. و حضرت امام ربانی رحمت الله علیه در کتاب مکتوبات خودش همیشه آورده است که به مثال تکلف، به تعصب من گفته میتونم که نورانیات این مذهب حنفی به منزله بحر چقوری کنان است و در مقابل این مذهب حضرت امام اعظم دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت به منزله دریا یا به منزله جبار از گفته امام محمد رحمت الله علیه آوردگی است. زیرا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در تقلید سنت از همه پیش قدم تر بودند و حتی حدیث مرسل که به منزله بجای حدیث مسند تابع می‌دانستند برای خود مقدم نمی‌دانستند. همچنین قول صحابه را به واسطه شرافت صحبت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایره خود بالا می‌دانستند. محترم عزیزان، که این کتاب را حضرت امام ربانی رحمت الله علیه در کتاب مکتوباتش آوردن. و دویم دلیل
از بین هر 4 امام مذهب تنها امام اعظم ما یعنی کوفی از جمله تابعین می باشد. این بشارتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چشیدن مشرف شدن و بهترین انسان ها از جمله بهترین انسان ها است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه با صحبت و دعای چند نفر صحابه مشرف گشتند و به این اتفاق تابعین هست. جز این حیثیت از دیگر امامان برتری دارند. مذهبشون نیست بر دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت برتری دارند، زیرا این مقام این منزلت در صاحبان دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت نیست. دلیل سوم، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه فقیه ترین مجتهدین هستند. حتی از امام شافعی رحمت الله علیه که پیشتر گفتیم فرمودند که همه مردم در فقه یعنی که مقصد در معانی قرآن و حدیث و در آگاه بودن از مقاصد و دقایق او چی بودن؟ همه مردم خانواده و سبق آموز ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. و چهارم، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اولین تدوین کننده و ترتیب دهنده مسائل فقهی می باشند و دیگر امامان با پیروی از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مسائل دینی را تدوین کردند و البته مطبوع چی است؟ بهتر است از تابعی. از این جهت هم میگیم که مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دوران این مذاهبی او چی اولویت دارد. پنجم، دلیل پنجم، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه شاگردان بزرگ بسیار داشتند که هر یک آنها در علم و تقوا نادر زمان بودند، مانند حضرت امام ابی یوسف، امام محمد، امام ظفر، عبدالله بن مبارک، داوود طایی، فضیل بن عیاض و صدها بزرگان دیگر که هر یک آنها سرآمد علما و فقها و مقتدا و مشایخ فضلا بودند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در این مذاهب چهارگانه مذهب شورا است. مذهب شورا است که این خصلت در دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت نیستند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه وقتی بر تاریخ عموم 500 شاگرد یک باره درس میگفتند، بعدی که عموم به تاریخ عموم که درسش هم تمام نشید 360 شاگرد جواب میدادند و 40 شاگردش که به درجه اجتهاد رسیدگی بودند اونها را منع میکردند، بعد به اجتهادشون میپرداختند. از یک لحظه میپرسیدن که تو در این مسئله چی میگوی، تو در این مسئله چی میگوی، تو در این مسئله چی میگوی. وقتی که همشون اجتهادشون بیان میکردن، حضرت امام اعظم رحمت الله در مقابل اجتهاد خودشون بیان میکردن، بعد همش به طریق شورا اتفاق میکردن که در این مسئله اجتهاد مقبول است، قبول میکردن. برای همون مذهب حضرت امام اعظم مذهب در این مذاهب چهارگانه مذهب شورا است که این خصلت این فضیلت در دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت نیستند. محترم عزیزان، و ششم دلیل، پیروان زیاد داشتن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، زیرا اکثر کل مسلمانان دنیا پیروی به مذهب ایشان دارند که این بیانگری هم بر حقیقی و هم بهتر بودن مذهبشان میگوشد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند علیکم بالسواد الاعظم، یعنی بر خود جماعت بزرگترین رو لازم دارید. پس در بین جمعیت مسلمانان جهان هیچ جمعیت زیادتر از حنفیان نیستند. نه اینکه اکثریت آنها در بعضی زمانها باشد، بلکه 13 قرن این جانب حنفیت راهنمای اکثر کل عالم اسلام است. پس این حدیث شریف بزرگ بشارت است و لازم گرفتن مذهب حنفی اشارت می شود. ولی ناگفته نماند که این همه اشتهارات و انتشارات عالم شمول مذهب امام اعظم و سبب قوی و مستحکم بودن دلیل های نقلی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که عبارت از قرآن حدیث است، علما میگن سلسله و سند علمی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه سلسله طلایی است، زیرا که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه سند علمیشون و بعد 3-4 استاد و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد که حضرت امام اعظم رحمت الله استادشون حضرت حماد ابن سلیمان استادشون حضرت ابراهیم نخعی، حضرت ابراهیم نخعی را استادشون حضرت علقمه استادشون حضرت عبدالله بن مسعود استادشون حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که
این سند علمی که خب خود دوشد این سند فیلولوژی در دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت نیست محترم عزیزان. برای همون که ایقا مزیت ایقا چی را گفتیم این برای افضل بودن شده، لیکن این معنا نداره گپای ما که به این دلیل ها گفتنمون دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت اعتراف نکنیم یا که او دیگر مذاهب اهل مثل مذاهب اهل سنت و جماعت حق ندانیم، او خیلی نیست، بلکه در حق بودن، در تابع حق بودن، در اصول همه مذاهب اهل سنت و جماعت که چی هستند؟ یک اصل دارن، در چی برابر هستند، همه حق هستند، لکن در افضلیت به همین دلیل ها چی است؟ میگن که در حضرت امام اعظم رحمت الله علیه افضلیت دارد. این 5 وجه کلی و دلیل های کلی است که برای افضلیت مذهب حنفی می باشد ما با طرز اختصار و اجمال بیان کردیم. شخصی که وجود اولیت این مذهب را در جزئیات از دانستن خواهد باید کتاب های معتبر بزرگان حنفی را مطالعه نمایند با مانند هدایه شریف با حاشیه ابن حمام و شرح علامه عینی، مرخات المفاتیح مولانا علی قاری و شرح مشکات المصابیح و دیگر کتاب‌های مذهب اهل سنت و مذهب اهل سنت مذهب حضرت امام اعظم نگاه کنند، مطالعه کنند، ان شاء الله خودشان معلومات حاصل میکنند. بله. السلام علیکم حضرت عمرو. السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت عمرو یک سوال داشته. خب همین مذهب ابو حنیفه را مذهب تحملگرا میگویند. بله. چی معنی داره؟ سلامت باشید. سلامت باشید بچه‌جان. در پاسخ هستیم. بله بسیار سوالی با مورد دادن. مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مذهب تحملگراست، زیرا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بله الو. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. گوی دومون نازی. شکر احمد. یک سوال دارم با شما. خب گوش میکنم. آیا غیر 4 مذهب بی اهل سنت و جماعت دیگر مذهب وجود دارد یا نه؟ بله سلامت باشه ان شاء الله ما در پاسخ هستیم. این برادر عزیز گفتن که برای چرا مذهب حضرت امام اعظم مذهب تحملگران؟ حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مذهب لبن. سلام علیکم. السلام. اصلا داملا سلام داشتیم. خب پیامدهای همین ناگواری نافهمایی به مذهبی در چی؟ سلامت باشه انشاءالله جواب هستیم. مذهب تحملگرایی گفتنش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه صاحب کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را استدلال علی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته مقام و منزلت بلند قائلند، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی بگه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، او مسلمان حقیقی هرگز او را به کفر نسبت داده نمی شود مادامی که از همین سخن از همین شهادتش نگرده. یعنی مثلا با خدا شریک نیاره، رسالت حضرت پیغمبر را دروغگو نکنه، او را ما به سبب گناه از گناهان و اگرچند او گناهانش کبیره هم باشه ما نسبت کفر نمیدهیم. این نه عقیده خاصه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بلکه عقیده تمام علمای اهل سنت و جماعت، مخصوص عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبر بیان میکنه که والا نکفر احدا بذنب من الذنوب و ان كانت کبیره اذا لم يستحلها. میگه که ما نسبت کفر نمیدهیم احد را به سبب گناه کردن از گناه ها اگرچند او گناهش کبیره هم باشه وقتی که حلال نشماره. وقتی که اگر حلال شمارید بعد خدا را دروغگو برآوردگی میشد، پیغمبر را دروغگو برآوردگی میشد، بعد نسبت کفر میدهیم. ولی اما محترم عزیزان عقیده اهل سنت و جماعت همین است، خصوص عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله همین است که صاحب گناه کبیره اگر چند توبه هم نکنه از این عالم بگذره، اون مسلمان توبه کنه توبه نکردن بگذره، فإنه فی مشیئة الله تعالی، او در خواست خداست. اگر خدا هم بخواهد به فضل او را میبخشه، اگر بخواهد به عدلش اگر بخشت بگیره چنین گناهش عذاب میکنه بعد به جنت.
و صاحب فضل خودش یا به شفاعت شافعی، خصوص به شفاعت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن شفاعتی لاهل الکبائر، شفاعت من از برای اهل کبائر از امت ثابت گفتن. و چیکار میکنیم؟ بعد جنت میورند. انا مذهبی تحملگریش بودنش که متاسفانه امروز بعضی برادرها رو میشنویم و یک گناهی کم اندک کردن، یک گناهی کبیره کردن، یک کس نماز نخونه کافر بگه، یک کس زکات نده کافر بگه، یک کس زنا کنه کافر بگه، یا که یک کس برای پدر مادرش احترام کنه کافر بگه، یا استاد کافر بگه، یا که روزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نگاه کنه شرک بگه، یا که یا رسول الله بگه شرک بگه. میگن ما متاسفانه از این افراد در حیرت هستیم که با کدام مقصد و کدام دلیل شرک میگفته باشند، حالا که معنای لغوی شرک برابر کردن مخلوق با خدا است و در اصطلاح شریعت برابر کردن مخلوق با خداوند در امور خمسه میگه، در ذات، در صفات، در اسما، در حکم، در امر. اگر مخلوق با خداوند برابر کنه بد میشه. چی؟ شرک. از این روزا از هزارها میلیون ها حاجی ها از زبان هاشون میشنویم که میگن روضه پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیریم نگاه میکنیم که دعا کنیم، نمیمونن دعا کردن، میگه سینی قبله نگاه کنیم. این شرک. و کدوم دلیل شرک؟ حالا که در خبرها اومده است که منصور یکی از ائمه خلفای عباسی است، وقتی که حج کرد اومد روضه پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو زیارت شد، اومد ناگاه به حضرت امام مالک رحمت الله علیه بخوردن. حضرت امام مالک رحمت الله علیه یکی از ائمه صاحبان چهار مذهب اهل سنت و جماعت، یکی چی است؟ اساسگذاری مذاهب اهل سنت و جماعت. یک تاش حضرت امام مالک است. حضرت امام مالک عالم مدینه است. حضرت امام مالک عرب است. حضرت امام مالک تمام اصطلاحات لغات عرب به درجه اعلا میدونه. چی گفتن؟ گفتن او پرسید که من حاضر روضه پاک حضرت پیغمبر در زیارت میدرم، سینی روضه نگاه کنم دعا کنم یا سینی قبله؟ حضرت امام مالک چی گفتن؟ هذا وسیلتک و وسیلت ابوک آدم. گفتن ایگو وسیله تای و وسیله آدم علیه السلام و پدر تو آدم علیه السلام است. سینی پیغمبر نگاه کرد در روضه پیغمبر در دعا که هر چیزی که میخوای او را موسیقی بگردون دعا که گفتن. نگفتن که این شرک است. آیا حضرت امام مالک رحمت الله علیه چه همین برادرهایی که امروز هستن حدیث یعنی میدونستن؟ آیا چه همین ها یگان مثال دلیل های معتمد نداشتن یا که لغات عرب را و همین چه همین ها میدونستن که حضرت امام مالک بلکه شرک است؟ گفتن که چه قبله نگاه که گفته چرا تعلیم ندادن؟ چرا حضرت منصور اشارت کردن که همین خلق گفته؟ و همون محترم عزیزان باید که ایرا بسیار سخت پرهیز کنیم که برای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه کسی کافر بگه یا کسی اگر به اصطلاح به دلیل معتمد اثبات کرده نشود کفر زبان خودش میگن، زیر روزه کفر میگه. برای همون حضرت امام رحمت الله خصوص میگه که اهل قبله را ما کافر نمیگیم هیچ کدامش. اهل بدعت غیر از این برادر گفت که غیر از چهار مذهب دیگر روی هستند. اهل بدعت هستند. اهل بدعت عبارت از خوارج، عبارت از معتزله، عبارت از روافض، روایت از مشبهه، روایت از مرجئه، روایت خدریه، اینا همش چی هستند؟ اهل اسلام و رویه‌های اسلامی هستند، لیکن اونها اهل بدعت هستند، اهل سنت و جماعت نیستند، زیرا اینها خودشون گمراه شدند و دیگرها را گمراه کردند. زیرا اصل در شناخت دین چیه؟ قرآن حدیث است. قرآن حدیث اصل در شناخت دین است و عقل چیه؟ سبب است. انسانی که اگر عقل نداشته باشه هیچ حاصل کردن نمیتونه. عقل تابع قرآن حدیث است. مدام که اگر باشه که چی باشه باید که این سبب است و هم عقلش قرآن حدیث دلیل میاره. برای همون که اینها یافتن نجات یافتن، اینها در نزد اهل سنت و جماعت شناخت دین چیه؟ قرآن حدیث است و عقل سبب است. در نزد اهل بدعت میگه شناخت دین در اصل چی است؟ عقل است. آیت حدیث تابع عقل. اگر کدام آیت حدیثی که در عقل موافقت نکنه ما چی میگیم؟ ما او آیت تعبیر میکنیم. گفته معناهای وقتی خودشون به سند معنا دادن خودشون گمراه شدن و دیگرها را گمراه کردن، از جمله در رویت پروردگار، از جمله
دائمی نبودن جنت دوزخ، از جمله عذاب قبر، راحت قبر، همه اینها در گمراه شدن. از جمله پل صراط، از جمله میزان، از جمله دیگر چیزها در چی شدن؟ گمراه شدن. برای هم کتاب‌های اهل سنت و جماعت در بسیارتر بیان می‌کنند که عقیده اهل سنت و جماعت در میگن که والمیزان حق و الصراط حق و الطول حق و الجنة و النار حق. خب بشنوید. احتیاج و مصرف داشتن در فیلم و نگاه کنم. نفهمیدم. احتیاج به مصرف داشتن فیلم. بارک الله. سلامت باشید. احتیاط به مذهب، پیروی کردن به مذهب، این دین، این نجات، این حقیقت، این سعادت، این نیکبختی، این برکات، این سربلندی در دنیا و آخرت است. بی مذهبی همچنان که بزرگان گفتند چی است؟ سرسانی، سرگردانی، بی‌عدالتی، از رحمت خدا دور بودن و چی؟ سببگار گمراه شدن و سبب داخل شدن دوزخ است. زیرا بزرگان همین خیلی فرمودن که لا مذهبیت قنطرتون الى جهنم. محترم عزیزان، همچنان که حضرت مولوی هندوستانی فرمودن بیا مسلم حفاظ مذهب آریم، حفاظ مذهب حفاظ دین شماریم. برای بطلان آنها یکی آدم هایی که گمراه شدگیان همین خصلتشون کافی است که آنها نه آداب و اخلاق دارند، نه عزت و احترام نسبت به مقدسات دین شریعت دارند، نه به بزرگان عزیزان اهل طریقت، نه علم دانش و نه عقل بینش دارند. بغیر از مؤمنان را به تهمت شرک، اذیت، آزار و دشمنی به قبر مزار دیگر هنری ندارند. و حتی که فتنه سلفیت و بسیاری اهل علم نیز سرایت کردند. آنها دعوا دارند که حنفی هستند، اما گفتار و رفتار آنها و اسلوب حنفیت اصلا راست نمیآیند، بلکه فتنه این چلا سلفی ها و چلا حنفی ها برتر از سلفی های محض است. زیرا که تمییز جدا کردن آنها برای عوام الناس بسیار مشکل است و هر کس فریب آنها را خورده گمراه میشوند و دیگرها را گمراه میکنند. مردم تاجیک در اواخر عصر 20 و فتنه وهابی‌ها گرفتار شده، هم در دینشان زیان کردند، هم در دنیاشان. امروز که خداوند کریم به سبب سعی کوشش بزرگ پیشوای ملت تیما محترم امام علی رحمان ما را از مکر آنها نجات داد و به آن سپاسگزار باشیم و حالا هم هوشیاری را از دست نداده احتیاط کنیم و این روشی بهترین اهل سنت و جماعت مذهب چراغ امت امام اعظم مستحکم باشیم. ان شاء الله سعادت دنیا و آخرت نصیب ما میگردد. محترم عزیزان، زیرا لبا بچه جون السلام علیکم. لبا خداوند همه ما و شما را راه راست هدایت کنم. از فرصت مناسب استفاده برده و این ماه شریف رمضان خصوص دهه مغفرت دعا میکنم که خداوند همه عملهای خیری که در این ماه مبارک انجام میدهیم خداوند جل و علا و درگاه بی‌نیازش کاملا قبول کرده باشد و خداوند جل و علا فردا روز قیامت که همچنان که در حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است این رمضان شریف و قرآن را برای ما و شما شفاعت کننده گرداند و شفاعت او را قبول کند، ما و شما بزرگان را در رحمت خودش شامل کند و همه ما و شما را در جنت الفردوس بودن نصیب روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.